از سال 2006 تا به امروز یک نام در جام جهانی حضور داشت، کریستیانو رونالدو. اما آیا می‌دانید در هر دوره چه اتفاق برای او افتاد؟ از اولین گل تا تلخترین حذف‌ها، رکوردهای تاریخی و لحظاتی که میلیون‌ها هوادار هرگز فراموش نمی‌کنند. در این ویدیو قدم به قدم سفر رونالدو در جام جهانی را از سال 2006 تا به امروز مرور میکنیم. پس تا پایان ویدیو همراه من باشید، چون شاید بعضی از این حقایق را ندانید. جام جهانی 2006 آلمان. همه چیز از سال 2006 شروع شد. رونالدو فقط 21 ساله بود، با موهای رنگ شده یا با قول ایرانی های عزیز مس شده و با تکنیک های خیره کننده اش در کنار بازیکنان مثل لوئیس فیگو بازی میکرد. رونالدو در این جام جهانی 6 بازی انجام داد و اولین گل تاریخ خودش در جام جهانی را از روی نقطه پنالتی به ایران زد. اما نکته جنجالی در این جام جهانی برای رونالدو بازی مقابل انگلیس بود. در آن بازی رونالدو کاری کرد که همتیمیش در منچستر یونایتد یعنی وین رونی اخراج شود و بعد رونالدو به سوی نیمکت پرتغال چشمک زد که توسط کامراها ثبت شد و انگلیس ها بعد از این بازی میخواستند رونالدو را تکه تکه کنند و پرتغال در این جام جهانی چهارم شد. 4 سال گذشت. سال 2010 رونالدو 25 ساله شده بود. به عنوان گرانترین بازیکن جهان وارد آفریقای جنوبی شد. انتظارات ازش خیلی بالا بود، اما این جام به وفق مرادش پیش نرفت و رونالدو در این جام 4 بازی کرد، فقط 1 گل به کره شمالی زد. در این جام پرتغال در 1 هشتم نهایی به اسپانیا باخت و حذف شد و رونالدو آنقدر عصبی بود که موقع خروج از زمین به سمت دوربین تلویزیونی آب دهان پرتاب کرد. 2014 برزیل. سال 2014 در برزیل رونالدو 29 ساله بود و در اوج دوران آمادگی خود قرار داشت. اما در آن جام جهانی رونالدو با یک مصیبت شدید زانو دچار شد. دکتران برایش هشدار داده بود که بازی کردن ممکن است آینده فوتبالیش را نابود کند، اما رونالدو به خاطر کشورش این ریسک را پذیرفت. در آن جام جهانی یک فاجعه به تمام معنا رخ داد. پرتغال در بازی اول 4-0 مغلوب آلمان شد و رونالدو در 3 بازی فقط 1 گل به غنا زد و پرتغال در همان مرحله گروهی حذف شد و این تلخترین جام جهانی برای رونالدو بود. اما 2018 در روسیه رونالدو 33 ساله آمده بود تا انتقام بگیرد. بازی اول مقابل اسپانیا یکی از بهترین نمایش‌های رونالدو بود. رونالدو یک تنه با اسپانیا جنگید و هتریک کرد. رونالدو در این جام جهانی 4 گل زد، اما در 1 هشتم نهایی مقابل اوروگوئه حذف شد. جام جهانی 2022 قطر. در این جام جهانی رونالدو 37 ساله بود و این جنجالی ترین دوره برای او بود. بعد از دعوا با باشگاه منچستر یونایتد، همان مصاحبه جنجالی که رونالدو با باشگاه یونایتد انجام داده بود، بدون تیم وارد قطر شد. در بازی اول به غنا گل زد و تبدیل به تنها بازیکن شد که در 5 دوره مختلف جام جهانی گلزنی کرده است. اما چانس بگم یا دشمنی بگم، اینکه فرناندو سانتوس سرمربی پرتغال در 1/4 نهایی رونالدو را در بازی حذفی نیمکت نشین کرد و پرتغال در 1/4 نهایی به شکل عجیبی به مراکش باخت و اشک‌های رونالدو در تونل ورزشگاه دل میلیون‌ها نفر را به درد آورد و همه فکر می‌کردند که این پایان کار رونالدو است، اما نه. جام جهانی 2026 آخرین ظهور رونالدو در سن 41 سالگی بود. رونالدو با کوه انگیزه آمد تا دنیا را فتح کند، اما چیزی که در این جام جهانی رخ داد یک جنایت عظیمی بود. اگر فکر میکنید تقصیر از رونالدو بود یا از داورها یا از VAR، کاملا در اشتباه هستید. رونالدو در حقیقت به تیم حریف نباخت، بلکه به همتیمی‌هایش باخت، به آن دوست‌هایی که از پشت به او خنجر زد. رونالدو به خط آفک باخت، به آن فرناندو تورس احمق، خودها و بیشرف باخت که همه زحمات رونالدو را به آب هدر داد. و خواهیم دید که تیم پرتغال و این بازیکنان بعد از رونالدو چه خواهد کرد. اگر از این ویدیو خوشتان آمد، برای ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید.